اینجا یکی از کارگاه‌های فرش دستبافت در بوکان است. جایی که در آن گره‌های ابریشمی بر تار و پود فرش ایرانی زده شده تا نمادی شود برای صلح جهانی. فرش سفید صلح مدت 8 ماهی است که توسط 15 نفر از قالیبافان هنرمند بوکانی در حال بافت است. فرش سفید صلح مجموعی از 2 تا فرش هستش، یه فرش 16 متری 8x2 و یه فرش 3x4 12 متری. ایده فرش سفید صلح در مرداد سال 1393 مطرح شد. مدت 6 ماه زمان بر شد که ما تونستیم کارهای طراحی و در کل نقشه کشیش انجام بدیم. این فرش در رد شمار 70 و در مجموع با 28 میلیون گره بافته می شود. فرش 16 متری یه تعداد 196 تا کبوتر به شکل بال کبوترها به صورت دست هستش. پیام این کبوترها و دست‌ها به این معنی هستش که همه کشورها، همه دنیا دست در دست هم و به صورت برابر و هماهنگ برای صلح و آشتی و برادری و برابری در کنار هم دیگه باشه. فرش دوم یه کره زمینی و یه کبوتر، شکل کبوتر و کره زمین و یه فرشی که به پای کبوتر آویزونه. زاویه پرواز کبوتر از سرزمین ایران عزیز داره شروع میشه. در این فرش کلمه صلح با بیش از 150 زبان دنیا حک شده که توسط کبوتری از ایران در حال پرواز است. اصل این فرش به اسم فرش سفید می باشه که در شمار 70 کاربرد در حال بافت هست. فرش کاملا چله ابریشم داره. نخ بافتش کاملا ابریشم منحصر به فرد و درجه 1 هستش و توی 3 تا رنگ بیشتر کاربرد نداره خود فرش، یعنی ما که استفاده کردیم. فرش سفید صلح پس از اتمام در نشست سالانه سازمان ملل متحد در شهریور ماه رونمایی خواهد شد. کرمی، خبرگزاری صدا و سیما، بوکان.